اینجا چنل حرفاست و خوش اومدید به این ویدیو. اینجا ما یه حرفایی میزنیم که حرفی نمونه توش. فکر کنم همین بود شعار دیگه، یادم رفت. بله مرسی که چنل ما رو انتخاب کردیم برای دیدن این ریاکشن. هرچند بعد دیدن این ریاکشن قطعا اون آدم قبلی نخواهید شد. و شاید اقدام به خودکشی کنید. خب امروز توی این ویدیو اومدیم با هم ریاکشن بریم به موزیک ویدیو هیس از گمنام و بنده خدا. حالا داستان چیه؟ گمنام یه آدمیه که گمش نامه و بنده خدا یه بنده خداه و بازم اینجا هوامونو دارن. ماچ به کلشون شد رفت داداش. ماچ به کلشون داداش. بدون معطلی بریم تا این موزیک ویدیو خوب و دیدنی و شنیدنی و بوسیدنی رو داشته باش. البته من خودم این موزیک ویدیو رو ندیدم تا الان و حالا میگن که خوبه دیگه. خیلی تعریفشو خیلی شنیدم، خیلی ها ریاکت رفتم بهش، گفتم ما هم بریم یه تازه کارو شروع کردیم. اولین موزیک ویدیو این موزیک ویدیوش. پس بدون معطلی بریم سراغ. خب بریم با هم موزیک ویدیوی هیسو داشته باش ببینیم که چی میشه. داره سر قوطی رنگو باز میکنه. برای رنگ درست میکنه، برای نقاشی بیس 180 جای حق بالا پخش بازکارا یاد بگیر میوت هیس پلاس پلیلیست بیس 180. خیلی کوله بابا، اصلا جذب میکنه. چی میگم، اصلا اولی کاری آدمو جذب میکنه این موزیک. جای حق بالا پخش بازکارا یاد بگیر میوت هیس جلو پروردگارا من ندارم گل بجز. اون مبلو میبینی، اون مبل خرابو میبینی. بچهای ما دارن زحمت میکشن، تو نمیدونی چه بلایی سرشون اومده. لایک کن یا اونا رو حمایت کن، فرقی نداره. ادامه. اون خوبی تو همه میبرن یاد جز عملت داشی میمونه چی قد تو رو زمین میدونه کی میفهمم تغییر آدم و رفقا میشواره سنگینی کاغذ رو یه رو رفیقا جر میدم باورات تو حتی خالی کردم پشت سار الله. منم کجا سوی دنیای گنگ موقع خوشی پیش تنولاتی یا پر ببین یه رو بیفتی اون تو رگی داشته تم میبینی سر پول مفت تو برد خاکم فقط جلو بنده خدا غیر از این میشستم نبرن کلا همه فقط پی سود دنیا داشت. میگه اینجا ایهام داره، میگه خاکم جلوی بنده خدا. حالا بقیه‌شو کار نداریم. اینجا ایهام داره، هم میتونه منظورش این باشه که من خاکم جلوی هر بنده خدایی، یا خاکن یا من خاکم جلوی هر بنده خدایی. یا میتونه بگه خاکن جلوی من، چون نه این گمنامه بچه‌ها، این گمنامه کسی که اضافه میشه بعدش 100% اون بنده خدایی، ولی کلی دیگه لفظ دیگه، یعنی خاکم جلوی بنده خدا یا خاکن جلوی بنده خدا که اسم این هنرمنده. فقط پیش دنیا داشت تیز بشی میبینی رد داده مخا فکرم تو بالاها موتورم یا ماها امنه دورم وقتی شیعه داداش مخلصم. هولی خیلی، واقعا خیلی سطحشون بالاتره نسل 5. خیلی اینا خوبن، یعنی راحت میتونن با نسل 3 نسل 4 رقابت داشته باشن. براوو. من خوشم آمد، من لذت بردم، من واقعا قشنگ بود. قافیه‌اش خیلی خوب بود، یعنی قشنگ 2 تا کلمه دیگه
ادامه داشت من این سکته میزدم. ادامه میگه که رپشون پولی یکی نی با ماها. خب ببین اینجا میتونه منظورش به این باشه که پول میدن تا مثلا فیت بدن با هم و این داستانا. کلا اشاره به این داره که ارزش های رپ دیگه از بین رفته، که مثلا ببین آقا من کارم خوبه، اون یکی کارش خوبه، یه فیت ببندیم، نه دیگه پولی شده همه چی، که راستم هست واقعا. ادامه صمیمی فشاری میشه که به میگه بسیجی مصطلح زره پوش بسم الله حریفی تدیدی هدف به میگه شهیدی گمنامم همنامو بهش من تهران. آقا اینجا خودش داره میگه گمنامم همنامم، بعد نمیدونم چی گفت، مهم نیست. آره عشقم تهران اینا خودش داره میگه من گمنامم دیگه. یعنی دیگه نادون باید باشی موزیک ویدیو رو ببینی نفهمی این گمنامه یا بنده خدا. ادامه قفلیه بتونه ببینه چشامو فیسم افران داره بشو تو صدامو. میگه قفلیه بتونه ببینه چشامو. چرا اینو میگه؟ چون گمنام توی تمام استوریاش پستاش که توی اینستاگرام میذاره هیچ وقت چشاش معلوم نیست، یعنی اصلا کسی ندیده چشای این بشر رو. البته خب خانواده دوستان رفیقا دیدن ها، من کلی میگم مثلا بیشتر انسان ها موجوداتی که روی کره زمین زندگی میکنن و برای همین میگه که قفلی تا بتونه ببینه چشامو، یعنی کلا پیگیر اینه که چشامو ببینه این داستانو دیگه. بگیر مطلبو دیگه. فیسم حرف نداره بشو تو صدامو. شت میگه فیسم حرف نداره بشون تو صدامو. میگه یعنی که فیس من اوکیه، تو مثلا پیگیر این چشای منو ببینی این داستانا، من قیافم خوبه، تو صدا رو بچسب. قطعا هم اینطوره معلومه قشنگ. جای پام بالا بخش واسکارا یاد بگیر میوت هیس. خیلی باله جای پام بالا بخش واسکارا یاد ادیت ویدیو رو میبینین واقعا اصلا هیچ چی کم نذاشتن توی موزیک ویدیو. یاد بگیر میوت هیس لاست پلیلیست میدن حتی احترام بهم پیس. این کیه دیگه آجی؟ شت ورودو میبینی اصلا صدا رو میبینی، صداش جنسی داره، جنس صدا رو دوست دارم من، اینجوری حریری شکله. نایس خیلی خوبه واقعا میگم صداش خیلی باله. یا شاید بعضی دوست نداشته باشن، من خوشم اومد. کار درستی من قد که دادیم استراپ پلیس هیت بلاس پلیلیست ببینیم. من میرم خودتون ادامه شد بیکارش کن. آقا مگه میشه؟ خیلی اینا خفنن واقعا. میگه که انقدر کار درستیم که دادیم استراپ به ابلیس. اصلا جمله رو ببین، همین الان این ویدیو رو لایک کن، سابمون کن، زیاد نمیخوام، 500,000 تا کامنت بذار، برو این جمله سنگین رو بساز تو اینستا بذار تو پیجت. واقعا خیلی خفنن، واقعا خیلی خوب بود. احتیاج جیبت نیست هیچی نمیسازیم گنگ و هیچی، ما سریالی نتفلیکس سربازیم تو شطرنج محکم تا وقتی قلق میخوندی آیه یست میگفتم پناه به رب الفلق. بچه‌ها من نیشم بازه هی میخندم، دلیلش اینه که انقدر موزیک ویدیو خوبه، یه انرژی خیلی به نظرم خاصی پشت موزیک ویدیو نهفته است. اصلا میبینم خندم میگیره، نه از روی تمسخر رو، اصلا میشه میگم دل آدمو شاد میکنه با اینکه آهنگ اصلا میگفتم پناه نیست. با آرامش خاطر نوپویم کاراکتر کانتر بدویم و پی مسابقه اوتو کاراکتر کارتر کله گندم اما سر به زیر کلن جلوی مادر نمیدم خندشو به کل عالم به خود ازم چیزی میدوام با سرانم. یه تشکری از مادرش کرد، دستش در نکنه بچه با مرام. فرمول بردم اشتارم باور نه فقط سود و فروش و تجارت مخاطبان میکنن قضاوت راحت تحریم بایکوت کردیم ضرب فنی نوکوت میورسم بسته بندی کادوت کن دقت روش نخورده بارکود. خیلی اصلا ببین یه لفظایی میان فضایی دقت روش نخورده بارکود افسر جنگ نرمیم با خود کارا امنیتی گاندو همه فن حریف یعنی کماندو جای میم به کار تو زمین و باندو هیت بلاست پلیلیست بیس تو 180. چششو دیدم شاید هم ندیدم نمیدونم اشتباه شاید کردم. 180
جای حق بالا پخش واسکارا یاد بگیر میوت هیت پلاس پلیلیست سلام. بیسوان نایتی این نقاشیش تمام نشد، بنده خدا دستش در گرفت. ما عشق بودیم بدخواه هیت حداقلش واقعی بودیم نه فیک موزیکا بازاری دنبال شیک. راست میگه ببین اینو موافقم. چرا؟ شاید الان بیشتره. ببین خیلی به اینا میگن بسیجی، میگن سپاهی. من کار ندارم با این چیزا. اینا حداقل اون چیزی که هستن رو دارن به تو ارائه میدن. آقا بسیجیه، سپاهیه، خودش داره میگه به تو. خب هر چی هست تو داره میگه به تو، میگه آقا من بسیجیم، من سپاهیم. تو مگه نمیگی من اینم، من هستم، من همینم. ولی حالا خیلیایی که شما مثلا طرفدار کسی نیستم، من حقو دارم میگم، خیلیایی که شما مثلا نبهشون میگین بسیجی نه سپاهی رپ میخونن، خیلی هم طرفدارشونین. نسل 5 رو میگم، من در مورد نسل 5 الان دارم صحبت میکنم. واقعا اونا چیزی که هستن رو به تو نمیگن. یعنی محتوای آهنگش چیه، چه میدونم تفنگ، نمیدونم کلت زدیم، آر پی جی زدیم، مواد، نمیدونم این دختر چی، اصلا مسخره بازیه محتوای آهنگشون. اصلا محتوا هم بذاریم کنار، لفظایی که میان، میگه آقا ما رفتم تو نمیدونم 40 نفر اومدن یه فوت کردم، همه معلومه چی دارن میگن. ولی اینا چیزی که هستن رو دارن بهتون میگن. یعنی آقا میگه که آقا من بسیجیم، من سپاهیم، همینم، دارم تو موزیکم بهت میگم من همینم. ولی خب اونا این نیستن دیگه، داستان اونجوری نیست. اونا چیزی که نیستن رو تظاهر میکنن. می داستان چجوریه؟ داستان مثل اینه که دو تا آدم میبینیم، یکی حرف دیگه لفظه. یکی میگه که آقا من تو پارکینگ خونم 10 تا ماشین دارم، لامبورگینی دارم، فراری دارم، چه میدونم مازدا دارم، دیگه بهت بگم مثلا بهترین ماشینای دنیا رو، میگه من همه رو دارم. تو که نمیشناسی طرفو. یکی هم آقا مثلا میگه که آقا من تو پارکینگ خونم یه دونه پژو 405 دارم. بعدن تو میگی بابا تو کی هستی؟ این مثلا 10 تا ماشین داره، در حالی که اونی که میگه من 10 تا ماشین دارم هیچ کدومشون رو نداره. لفظ دیگه لفظ داره میاد، آقا من 10 تا ماشین دارم، یه دونه ماشینم نداره. ولی اینی که مثلا میگه آقا من پژو رو دارم، همونو داره واقعا. یعنی واقعا اون ماشینی که میگه رو داره، ولی این دروغ داره میگه، چرت و پرت. ادامه. من هنسفری کش منو هیت حداقلش واقعی بودیم نه فیک بریم موزیکا ادامه. بازاری دنبال شیک کاپیان یکی لامار یکی دریک اموزش اسکی تو چش لیریک زوری نی محصول عشق لب چین نواز زیده اونی که مال تو نی تش بیده خالص حرف با ملای همراه مردمی جنگجو چیریکی چمران روبروم صدام قاتل لفظ بد قاضیادن ایران پا برجام رخای طلایی میان تو سختی تو روز روشنن که همه تختی 2 سال شنیدیم ما همه حرفی ولی باز رو بیتیم بدون ضعفی پس هیس میگه ما 2 سال شنیدیم همینجور حرف ولی بازم روی بیتیم بدون نم چی گفت یادم رفت. بعد اینم منظورش میتونه تظاهرات و اعتراضات باشه که اوکی مثلا اینقدر حرف ما زدین، ترسوندین ما رو که نمیدونم فلان میکنیم، فسار میکنیم، بیسار میکنیم، ولی بازم ما اینجاییم و داریم میخونیم. به خودت میای و سیگنال این چیه؟ این چیه؟ این راحت میتونه با موزیک ویدیوهای پیشرویان رقابت کنه. بابا من نمیدونم، من باید قرص فشار بخورم. ولشون. چی بودین؟ یه قرصشو نخوردیم، اصلا فشارم افتاد. ولی خدایی دارم میگم اصلا خیلی سطحشون بالاست، هیچی کم نذاشتن. ما دنبال حقیم نه دنبال دیس، ولی به موقعش میکنیم جاتون رو خیس. جاتون قشنگ ادیتو میبینی؟ داداشم نمرمون 20 بست. بله هیس پلاس پلیلیست بیسوان نایتی قشنگ میخوام پشم بندری برقصم ولی نمیشه. هیس پلاس پلیلیست بیسوان نایتی جای حق بالا پخش واسکارا یاد داداشم اونم تموم کرد. تو چشای این کو؟ حق تمام. گمنام فیت با بنده خدا. خب بله. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیوی ما رو دیدید، این ریاکشن سمی ما رو دیدید. قطعا الان دنبال اسید میگردین تا چش و گوش همه چیزاتون رو بشورید باش بعد دیدن این ریاکشن سمی. ولی به نظرم حمایت کنید و این نکته رو که اینا خود واقعیشون رو دارن به شما ارائه میدن فراموش نکنید. یه چیز دیگه، مرسی که این ویدیو رو دیدید و اینو یادت باشه که مشکل داری ما اینجا داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی
لایک کن، خداییش لایک کن، ساب کن، کامنت بذار، شیر کن، دانلود کن، سیف کن. دیگه چی کار میشه کرد؟ مثلا 70-80 تا اکانت فیک بساز، هی بیا ما رو لایک کن، هی بیا ما رو لایک کن، هی بیا ما رو لایک کن. آره اینجوری میتونی از ما حمایت کنی. موزیک ویدیو خوبی بود، امیدوارم از دیدنش لذت برده باشید. تا ویدیو دیگه شما رو به خداوند منان میسپارم. سیس صدا و سیما گرفتیم لسه، نه ولی خدای خدافظ، تموم شد، برید خونه.